سلام، خوش اومدی به مدیتیشن امروز. تو مدیتیشن امروز تمرین میکنیم پذیرفتن همه چیز رو دقیقاً همونطوری که هست. تمرین امروز بهت کمک میکنه که همه چیز رو دقیقاً همونطوری که هست با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش بپذیری. ما مدیتیشن میکنیم برای همین کار. پس هر جا که هستی آروم بشین و چشماتو ببند و تمام توجهت که داشت صرف دنیای بیرون میشد رو برگردون به دنیای درون. چشماتو ریلکس کن و این پیامو بهش بده که دیگه چیزی برای دیدن وجود نداره. میتونی استراحت کنی. ماهیچه‌های کوچیک دور چشم رو ریلکس کن. ابروها رو ریلکس کن و این آرامش رو گسترش بده تو صورته. حس کن چطور پیشونی، شقیقه ها، گونه ها، فک و گلو آروم و ریلکس به دور از هر تنش و استرسی رها میشن. با دم و بازدم مثل موم آب میشه صورتت و تنش و استرس ازش دور میشه. هر بازدم فرصتیه برای رها کردن، برای آزاد شدن. پس از این فرصت استفاده کن و با بازدم بعدی یک بار دیگه از نوک سر، صورت، پشت سر، گوشها و فک و گلو رو ریلکس و آروم کن. نفس بعدی عمیق و بزرگ دم، مکس و بازدم آروم و طولانی. گرما و آرامش رو از گردن عبور بده. شونه ها رو حس کن و ریلکس کن. شونه هایی که معمولاً حجم زیادی از نگرانی ها رو تو خودشون نگه می‌دارن. الان وقتشه که شونه ها تو ریلکس کنی. شونه راست ریلکس، شونه چپ ریلکس، قفسه سینه کمی باز میشه. نفس عمیق. حس کن باز شدن قفسه سینه تو. یه مکث کوتاه و با بازدم رها کن هر چی رو که توی قفسه سینه و شکم نگه داشتی. رها کن هر تنش و استرسی که توی اعضا و جوارح شکمت مخفی شده، قایم شده. شکم باز و نرم، قفسه سینه باز و وسیع. تمام بدن غرق احساس آرامش. توجه تو بیار به دستات. دستای پرتوانی که همه عمر مثل 2 دوست همراهتن و کارا رو برات انجام میدن. با این حس قدردانی توجه تو بیار به 2 دستت. دست راست از بازو تا انگشت‌ها
ریلکس و آروم. دست چپ از بازو تا نوک انگشتا ریلکس و آروم. تماس بدنت با سطحی که روش نشستی رو حس کن و با نفس بعدی تمام بدنت رو رها کن روی این سطح. پای راست از بالای ران، زانو، ساق پا، مچ پا تا انگشتای پا ریلکس، آروم. پای چپ از بالای ران، زانو، ساق پا، مچ پا تا انگشتای پا ریلکس و آروم. اگر تمام فرصتت برای مدیتیشن همین یک کار رو انجام بدی و بدنت رو ریلکس کنی کفایت میکنه. حس کن چطور با ریلکس شدن بدن ذهن هم آروم میشه. وقتی تنشی تو بدن نباشه، تنشی تو ذهن نیست. پس برای آروم کردن ذهن یکی از بهترین روش‌ها آروم کردن بدنه. الان که اینجایی بهترین استفاده رو بکن. یه نفس عمیق بکش، مکس، و با بازدم تمام بدن رو از نوک سر تا انگشتای پا ریلکس کن. آروم آروم، مثل یخ که به آب و آب که به گاز تبدیل میشه. تنش و استرس رو از خودت دور کن. الان دلیلی برای فکر و خیال وجود نداره. از این فرصت استفاده کن برای ارتباط با خودت و لحظه حال. بدن آروم، ذهن آروم. اگه بعد چند لحظه متوجه میشی که دوباره ذهنت درگیر یه ماجرایی، داستانی یا اتفاقی شده، خیلی ساده اون فکر رو رها کن و توجهتو مجدد بیار به این لحظه. بیار همینجا. مجدد بدن ریلکس و دقت کن که الان هیچ دلیلی برای فکر کردن وجود نداره. هیچ دلیلی. این فرصت مدیتیشن کردنه. فرصت نشستن و هیچ کاری نکردن. پس اگه ذهنت میخواد برنامه ریزی کنه یا مسئله ای رو حل کنه، یک بار دیگه بدنت رو ریلکس کن و هیچ کاری انجام نده. حتی لازم نیست نفست رو کنترل کن. مثل یه آینه بمون و هر اتفاقی میفته فقط تماشا کن. صداهای محیط بیرون و صداهای افکار و احساساتت. تو این لحظه هیچ تلاشی برای تغییر نکن و همه چیز رو همونطور که هست تماشا کن.
خوشحالی این لحظه است بدون قضاوت. هر طور که هست این لحظه رو ببین و بپذیر. دنیای پیرامونت رو دقیقاً همونطور که هست و خودت رو دقیقاً همونطوری که تو این لحظه هستی ببین و بپذیر. هیچ چیز لازم نیست تغییر کنه تا تو خوشحال باشی. خوشحالی، آرامش، عشق همیشه همینجاست. فقط مسئله اینه که ما راه دستیابی بهش رو گم کردیم. تو ذهن به دنبال رسیدن به احساسات قلبی هستی. این تمرین کمکت میکنه که از ذهن دور بشی و وقتی دور بشی احساس آرامش و عشق خود به خود پدیدار میشه. پس همراه بدن و نفس تو این لحظه بمون. قضاوت‌های ذهن مال ذهنه. دلیلی نداره قضاوت‌های تو بشه. تماشا کن هر چیزی که ذهنت برای گفتن داره رو بدون درگیر شدن باهاش. نه موافقی نه مخالف و نه احتیاجی هست که چیزی تغییر کنه. بدون درگیر شدن با افکار این لحظه رو تجربه کن. آیا برای بودن تلاشی لازمه؟ آیا برای حضور تلاشی لازمه؟ بودن طبیعت توه. این تمرین تو رو به طبیعتت برمیگردونه. پس تو این لحظه خودت رو همونطور که هستی بپذیر. قبل از پایان این مدیتیشن ازت میخوام یه لحظه تأمل کن به جایی که الان توی زندگیت هستی. ببین چقدر در موردش نظر داری، قضاوت داری. چقدر میتونست بهتر باشه. شاید فکر میکنی باید تو موقعیت بهتری باشی تو زندگیت الان. شاید فکر میکنی عقب افتادی. شاید فکر میکنی به جایی که باید هنوز نرسیدی. ولی ازت میخوام که اینجوری بهش نگاه کنی که این فقط نظر ذهنته. ما تمام عمر در حال تقلا کردن، در حال دویدن. جایی نیست برای رسیدن.
کاری نیست برای انجام دادن. تو هر لحظه دقیقاً همون جایی هستی که باید باشی. نمیتونی جای دیگه ای باشی. این بازی ذهنه که تو رو متقاعد میکنه که جای دیگه ای برای بودن هست. جایی که هستی، موقعیتی که داری، شرایط زندگیت تو این لحظه نمیتونه متفاوت باشه. پس لطفاً از اینجا شروع کن، از پذیرفتن. که من دقیقاً همون جایی هستم که باید باشم. و بعد برگرد به گذشته نگاه کن. شاید به 1 سال گذشته، به مسیر طولانی که اومدی، به همه بالا و پایینایی که پشت سر گذاشتی، به همه چالشایی که ازش عبور کردی، به رشدی که برات ایجاد شد. به مسیر طولانی که اومدی نگاه کن. چقدر فکر میکردی مسیر رو اشتباه رفتی؟ چند بار فکر کردی راهتو گم کردی، ولی در نهایت معلوم شد که اون گم شدن هم بخشی از راه بوده. پس لطفاً تو همین لحظه بپذیر که گذشتت هم دقیقاً همونطور که باید رقم خورد. همه چیز دقیقاً همونطور که باید اتفاق افتاد. چرا؟ چون اتفاق افتاد. اگر میتونست جور دیگه ای باشه میبود. این بازی ذهنه که فکر میکنه میتونست جور دیگه ای باشه. و بعد از همین لحظه به آینده نگاه کن که اگه همین لحظه رو درک کنی، بهترین انتخاب رو میکنی، بهترین تصمیم رو خواهی داشت و بهترین نیت رو، و با بهترین نیت همیشه بهترین نتیجه رقم میخوره. پس به آینده روبرود نگاه کن. برای داشتن آینده بهتر باید از همین لحظه شروع کرد. ساختن آینده تو آینده اتفاق نمیفته. ساختن آینده تو این لحظه و از پذیرش شروع میشه. پس لطفاً همراه با این احساس آرامش، هیجان و شوق رو برای ادامه زندگی تماشا کن. آینده‌ای پر از فراوانی، پر از آرامش و عشق برای تو. اتفاقای خوب سر راهه. مسیر روشنه تا وقتی قلب تو روشنه. یه نفس عمیق بکش. مکس. یه بازدم عمیق. رها کن هر چیزی رو که با خودت به این لحظه آوردی. رها کن گذشته رو. چمدون‌های سنگین گذشته رو رها کن و بذارشون روی زمین. بپذیر این لحظه رو. دقیقاً همین لحظه نفس بعدی دم. مکس. بازدم با یه آه بلند. رها کن. ریلکس. کم کم دست و پاتو تکون بده. یه نفس عمیق دیگه بکش. با بازدم لبخند فراموش نشه. بازدم طولانی و بلند. هر موقع آماده ای چشماتو باز کن. به زندگی خوش اومدی. به قول مولانا، گر به فهم آیی آن ایمان توست، گر به جهل آیی آن زندان توست. تو قصری. مهم اینه که با نگرشت و افکارت خودتو توی ایوان این قصر قرار میدی یا توی زندانش.
ممنون که این تمرین رو با من بودی. مطمئنم که نتیجه فوق‌العاده‌اش رو خواهی دید. تا مدیتیشن بعدی، ناماسته.